سلام بچه اومدیم دوباره برای پارت 5 بازی میکنم. ما مثل که میگن هرچی تغییر کردم میشه نفر بچه تو میدونی داخل کامنت بگید. حالا من یه تغییر کردم اینجور میگن تو باید با هویج اینو بزنی یا مثلا با سیزم اینو بزنی. من کار کردم نشد. اگه میدونین بگید بچه. الان من توضیحش فهمیدم. این زامبیا دارن به چیز صدمه میزنن. نگاه کنن دارن یه دستیاری میکنن هم دیگه نقشه میکشن دست گذاشتن تو بینن دوستان بزنیم چیزی رو کنم چون میگم غولی چیزی نداریم که بکنن این غول هست کنه جواب بدن اونا نهاریم نهاریم کنه جواب بدن مثل که چند نفر از اونا اومدن چیز خراب دادن ویجرهای ما رو نابود کردن میتونن زامبی هنو مثلا بیرون هر جا زندگیشون رو نابود میدن مثلا چی بگم یکی بیاد اینجا نابودش میده خیلی بچه به نظر من هر کار میتونم بکنم و برو این تاپوش رو بده کنیم تاپوش کنیم حالا بینم خودش رو بده کنیم کدوم خودش بچه خب بچه بذار پیداش کنیم خب بچه پیدا کنیم بگیریم بجاییم بزنیم خب بچه روز شده اینو بذاریم که نابودشون کنیم همه شون رو با یه زن کش هاجی خیلی قویه یکی باید که احتمالا چیز اینجا باشه دو تا باشه بهتره من مثلا نرم که اونا رو بردارم بچه الان اوکی شده بچه من فقط من منتظرم تو شب شه اون کجا رفت یه موقع دور نشه بچه نیفته های نه نمیافته اون کشتش یه بزرگ بگم بغلت چون منم خواهم دیگه بازی جونو کنم و جزی از ویلیجر را اصحاب شم برو بریم تو منم جزی از ویلیجر را اصحاب شم چون منم از این بعد میخوام خودمو شبیه ویلیجر کنم دیگه رئیس و همین چی گذاشتم رئیس هم خودم گذاشتم بگولیم
دوتا میام هم دیگه بریم. بیا دوباره میخوادش نرو حیفه بری. حیفه حاجی یه دقیقه نمیتونی وایسی. سراش بس کوچولو لعنت بر تو. وای نمیسی کتک میخواد دیگه بابا. وایسا دیگه. چه نامردین. برداشت که صفت آشغال برداشت. لعنت در تو. برداشتی؟ صفت باشه قرار بریم هویجا رو بیاریم. هویجا رو بیاریم دور چیزمون رو بذاریم. نگه به قوله مواظب بینستم. منم مواظب بینستم. خب برو بریم پایین تر. چی بریم آهن چیزی برای اینا جمع کنیم. شمشیر نره. زندگی معتدل بود فاجی. معتدل بود. شمشیر چرا معتدل بود با بچه. خیلی بالا افتادیم. معتدل بود. بودو مرغی بگوید. گرفت گوشیسته. اوف بچه ها بد داشتیم میافتادیم ها. چرا هم بریم پایین دیگه. بریم پایین دیگه. اونا دیگه غول دارن و خودش رو زندگی بکنن. واسه اونا راحت شن. ما که دیگه باید بریم دیگه. ما هم دیگه بریم دیگه. ما هم دیگه بریم فقط آهن و ماهن اینا پیدا کنیم دیگه. با کارمون به جا نمیخوره. اوخ بعد افتادیم آجی. کوچه میشه منو بزنیم مرد که چلمک. بابا چرا این چه کاری همتون داره میان بالا. نمیتونی بیا بالا پپسی. نکشی با پپسی. ببین لباس طلایی تو بگیرم. باش نزن حاجی نزن. بیام بالا میکشم تو. این کارو نکنی. کار زشته حاجی. کار زشته. نکنین کارو. مجدد این کار. بابا زشترین کار نکنین. با هم این کارو نکنین. غلط کردم. بابا اینجا نکن. میام میزنم سا. دست خود نکنی که همه در کن. منو میزنه. فکر میکنه کی هستش. کی شب بشه ما بگیریم گم کنیم بخوابیم. اوف بچه اینجا خوبه نیست. بریم دور کنیم. ولم کنه دیگه. فرار میکنم. رحم نمیکنم. با همین نسوجی را بزرگ دارم زنده بمونم.
نمیدونم چی رو داده بودم من آجی. من الان خودم نمیدونم کجا هم آجی. کجا رفتیم؟ بنازم فقط بنازم. او عجب چیزایی. فکر کنم من مردم اینجا مرده بودم. آره اینجا تلف شدم مردم. چو اسپام میشه اینا چی اسپام میشن. بدبخت شدیم آجی. بدبخت بد گیر افتادیم بچه. بد گیر افتادیم. من میترکم بچه. دارم از ترس دارم سر من خود نیفتا. آجی ولم کنین دیگه. آجی کاکارو سر ما دعوا داره بابا. چی هستش؟ محافظت کنیم بچه. محافظت فقط محافظت. غول کجا رفتی؟ این کار سیکسیر کن بیا اینا نجا بده. غول زنگ بده که این کارهایی که اینجا گرد کم کنی سیکسیر کن بیا اینا رو کن. برو بچه لعنت بر تو هم میخوای ما رو بزنی؟ فکرشونو بیارم پایین. برام مهم نیست چیزی زنده منم. بعد از خواست آدم چجوری اینجا منم چون نگران چیزی نباشه. الان من کوله رو میارم 764 تا خود دارم دیگه. همه رو میذارم. این مصدر شروع میشه. که واقعا شما داشت. من معذرت میخوام. منو ببخشد بغل تو یکی. ولمون کنین دیگه. شیر به اینجا منو گیر آورده. بیا منو بکشت. هرچی دیگه ببیر دیگه. ولم کنید ببیر. جورت داری اونو بزن. جورت داری بزن. ببیر دیگه بابا لعنت رابیه شد. کلوفتن. مردم. چی کنم دیگه. سر من گیریم بابا برم کنیم. خدا هم موقع خوابیدن. صبح دیگه بعد دیگه
بزنم واسه من میذارم همون اول کلی میذارم نگاه سبقت در بگیرم از بقیشون می چیکار کنم بکنم دیگه نه وسیله منو برداشتم بچه رو بریم خونه رو یکی یکی با احتیاط بزنیم که بهشون ضربه نخوره و ما رو به راحتی نزنه. خب ببینیم چه تازه دیگه جرأت نمیکنه هیچ کس از دیگه من چه نه دیگه من کسی کاری ندارم. حالا اون ویلاجر کاری ندارم ویلاجر ریوی رو بل کرد. حالا اینجا من زیاد کردم جمعیت رو من رئیس الان رئیس اینجا شد دیگه رئیس اینجا نیستم. هیچ کار نمیدونم بابا جا خوکیه دیگه بابا صبح روزه اوکی فکر نکنم چیزی بچه بای بای تا ویدیوهای بعدی بای بای.